Hi, my name is Reza Masoumi. I'm from Iran and I'm going to share my faith stories now in Persian language. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من رضا معصومی هست. من در یک خانواده مسلمان در ایران متولد شدم. همونطور که میدونید در کشور جمهوری اسلامی ایران دین اسلام دین رسمی و دولتی کشور هست و متاسفانه فرصتی نبود که من با کلیسا و مسیحیت آشنا بشم تا زمانی که در ایران بودم. در سپتامبر سال 2019 من آمدم به کانادا برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته مهندسی نفت در دانشگاه ریجاینا و در تابستان سال 2021 یعنی 2 سال بعد از ورود من به کانادا به طور خیلی تصادفی مبلغین کلیسای LDS آمدن در خانه ما و خواستند که با من صحبت کنند در مورد کلیسا. من پذیرفتم، با اونها صحبت کردیم. اونها به من کتاب انجیل دادن، کتاب مورمن دادن و یک کتابی به اسم Doctrine and Covenants و همچنین در مورد مسیحیت، در مورد کلیسا با من صحبت کردم. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و اونا منو دعوت کردن که بیام یک شنبه ها، روزای یک شنبه به کلیسا. من پذیرفتم، شروع کردم به آمدن به کلیسا و روز به روز و همزمان کتابا رو میخوندم، اسکریپچرها رو میخوندم و مشتاق شدم و تا اینکه در زمستان سال 2021 چند ماه بعدش تصمیم گرفتم که عضو رسمی کلیسا بشم و غسل تعمید انجام دادم و فعالیت کردم در کلیسا تا اینکه و در سپتامبر سال 2023 به صورت داوطلبانه میخواستم بیشتر خدمت کنم به کلیسا و سکرتری آف ساندی اسکول رو پذیرفتم و از اون موقع تا الان از این طریق به کلیسا خدمت میکنم و خیلی خوشحال هستم. افتخار بزرگی هست که من الان عضو کلیسا هستم و این رو یک هدیه الهی میدونم، آشنایی با کلیسا. در دنیای امروزه و دنیای زرق و برق امروزه و مشکلات جامعه خیلی طبیعی هست که ما همواره با چالش روبرو بشیم و داشتن ایمان همواره به من آرامش خاطر داده و همیشه حس کردم که تنها نیستم وقتی که مشکلات هست و عیسی مسیح و خداوند با من هستن و این ایمان باعث شده که من همواره امیدوار باشم و صبور باشم در برابر مشکلات و هم مطمئن بودم، اعتقاد داشتم که خداوند کمکم میکنه و کرده. ممکنه خداوند به صورت فوراً کمک نکنه ولی در زمان و مکان به روش خودش مناسب کمک خواهد کرد. به صورت چون من داشتم خارج از کشور زندگی و تحصیل میکردم، دور از خانواده و به صورت طبیعی من چالش‌های مالی و تحصیلی فراوانی مواجه شدم و داشتن ایمان کمک کرد که من صبور باشم در برابر مشکلات و همواره امیدوار باشم و خداوند کمکم کرد. من با موفقیت تحصیلاتم را تموم کردم و کار مناسبم رو یافتم و خدا رو شاکر هستم. من میتونم بگم که درب کلیسا همیشه به روی همه باز هست، فارغ از هر دین و هر مذهبی و شما اگر سوالی دارید میتونید با مبلغین کلیسا تماس بگیرید و اونها به شما کمک خواهند کرد و تجربه من میگه که شما میتونید متون الهی، اسکریپچرها، کتاب مورمن رو بخونید و اطلاعات بیشتری کسب کنید و خودتون متوجه میشید که وقتی که بیایید و کلیسا شرکت کنید متوجه میشید که یک فضای معنوی اینجا حاکم هست و شما
بیشتر تشویق میشید که کلیسا بیایید و ایمانتون قوی تر میشه. من شما رو دعوت میکنم که دعا کنید. هر موقع نیاز داشتید و یا مشکلات زندگی هست، دعا کنید و مطمئن باشید که خداوند و عیسی مسیح جوابگوی شما خواهد بود و همزمان میتونید که اسکریپچرها و کتاب مورمن رو بخونید و از مبلغین کلیسا کمک بخواهید. من شهادت میدم، من تصدیق میکنم که Church of Jesus Christ of Latter-day Saint حقیقت داره. من به کتاب مورمن ایمان دارم که حقیقت داره و راستین هست، کلام خداوند هست، از طرف خداوند و جیسوس کرایست هست و شهادت میدهم، تصدیق میکنم که جوزف اسمت پیامبر خدا هست و آمده و کلیسا رو زنده کرده و شما رو دعوت میکنم که به کلیسای Church of Jesus Christ of Latter-day Saint بیایید و شرکت کنید و خوشحالم که میبینم.